در مورد تبلیغاتی که درباره دستگاه‌های کوچک کننده بینی صورت میگیره که عمدتاً در تلویزیون‌های ماهواره‌ای هم هست، خیلی از دوستان از من سوال میکنن که آیا این واقعی این تاثیر داره؟ جوابی که من بهشون میدم خیلی راحته. میگم خانم یا آقای محترم، شما آیا تا به حال تو خودتون، دوستانتون، اقوامتون، همسایه‌هاتون، تمام کسانی که میشناسید یک نفر رو دیدید یا حتی شنیدید که از این دستگاه استفاده کرده باشه و نتیجه گرفته باشه؟ همه افراد جواب میدن نه. بهشون میگم پس این سوال برای چی از من میپرسید که آیا این دستگاه‌ها کاربرد دارن یا نه؟ و جوابی که اونا میدن اغلب اینه که بله تو ماهواره دیدیم و تو تبلیغات و تیزرهای تلویزیونی دیدیم، ولی یک نمونه زنده که از این دستگاه‌ها استفاده کرده باشه و نتیجه گرفته باشه هیچ کدوم از این دوستان سراغ ندارن. خانم‌ها و آقایون عزیز، این رو بدونید که تنها راه کوچکتر کردن، بزرگتر کردن، برطرف کردن انحراف بینی و تغییر ظاهری در بینی فقط و فقط جراحیه و اگر میل دارید که به این تغییرات برسید باید تصمیم بگیرید که آیا ارزش داره براتون که جراحی بکنید یا خیر. اگر تصمیم به جراحی گرفتید، بنده و سایر همکارانم در خدمتتون هستیم، ولی خواهش میکنم گول تبلیغات الکی ماهواره رو نخورید.